چطور این گوگلی مگولی ها اسم من هستش بنی تویفل. به چنل یوتیوب من خوش اومدین. امروز خواستم که براتون یه ولاگ جدید بگیرم. هوا یکم سرد شده و اینکه دیگه گفتیم چی حال میده تو این هوای سرد. چیزی به ذهنمون نرسید جز شراب داغ. الان نزدیک کریسمسه و اینکه توی آلمان یه جایی هست بساط میکنن به اسم وایناکس مارکس، یعنی میشه همون مارکت کریسمسی فکر کنم که گفتم یه چیزایی میدن، یعنی شرابو داغ میکنن مثل چای میجوشوننش میدن دست ملت. گفتم که برم براتون یه ولاگ بگیرم شاید براتون جالب باشه. دیگه چون هوا هم سرده دیگه ماشین، چون میخوایی بریم مشروب بخورم دیگه، یعنی اون شرابه الکل داره دیگه ماشین برنشیم، گفتیم بذار پیاده بریم. بچه ها چون یه ذره راهمون دوره و پیاده بریم، من حال ندارم پیاده برم. اینجا یه سری از این وسیله ها هستش که الان نشونتون میدم. وصل میشیم بهش، ساعت دقیقه 40 سنت 42 سنت اینا پول میگیره و میبرتتون به مرد. الان یه دو اینا رو برمیدارم، بهش میگن الکتروقولا، اسکوتر الکتریکی. حالا برسم اونجا باز براتون فیلم. اوه با یه دست رانندگی سخت. خب رفقا بالاخره ما خودمون تا یه جایی رسوندیم و اینجا به بعد دیگه پیاده میریم. حالا تو این شهر ما 2 تا وایناکس مارکس هست، حالا من نمیدونم کدوم برم، ولی خب میرم اینجایی که نزدیک رودخونه است که یه ذره رودخونه هم نشونتون بدم. این ساختمون رو میخوام خرابش کنم کلا. حالا این پروژهش بکنم 10 سالی طول میکشه. درخت کریسمس هنوز کامل نشده، لامپ مامپاشو آویزون نکرد. احتمالا تا ماه دیگه درستش کنم. اینجا تخت فروشی هاشونه، دوشک. خودم یه رفیق دارم تو کار مبل و این داستان هاست تو ایران، گفتم شاید براش جالب باشه. اینجا هم نمایشگاه مبل و ایناست. اینجا از این مبل سلطنتی و فلان و این داستان اصلا نیستش و مبل راحتیه. صندلی خیلی باحال. این هم دیگه یه سرویس کامل آشپزخونه است، چون اینجا معمولا خونه که میخری آشپزخونه‌اش خالیه، پول بدی که برات چیز کنن دیگه، یه دونه سرویس آشپزخونه بزنی، کابینت و مابینت و این داستان. ما هم خودمون تازه یه دونه کابینت قرار بخریم 4000 یورو، تازه ارزون ترینش دیگه. حالا فکر کنم گروناش چقدر.
قراره که بریم اونجا ببینیم چه خبره. بچه اینجا یه بانکه، من اومدم یواشکی فیلم بگیرم. این ماشین خیلی جالب، کام چوبیه الکیه ولی خیلی باحاله. اینجا بانکه، منم همینجا حساب دارم. حالا میخوایم بریم اون سمت ببینیم چه خبره. حالا یه روزم وقت کردم میام از این پاساژا براتون یه ولاگ میگیرم، ولی فعلا میریم اونجا شراب داغ بزنیم. چرا سبز شدش. مسئولیه برای بچه ها. این عروسک هم چیزه. اینو من یه بار 100 یورو بازی کردم، هیچ چی هم بردم اصلا. معلوم چیه و اون نخش بکنم اون چیزه اون بالا باید بیاد این وسط، این بنده رو قیچی کنه. بیدیم اینا بزنیم بریم چجوریه نظرتون میبریم بریم پول داریم. بچه یه دور اجازه داریم بازی کنیم، کدوم انتخاب کنیم؟ همه اولیه رو انتخاب میکنم، اجازه کنم آسون تر. شت اولیه نشد، میریم سراغ این دیوس دعا کنید بده به من. 4 ثانیه دیگه مونده خودش این اتومات میره پایین. 1 ثانیه جون عادت بگیرش. ای پدرش اصلا جون نداره این که چرا دهنت سرویس. 1 یورو پولش پول دارم شایز. بریم اینجا دیدم اینجا شکلات و مکلات و این داستان هست. ما دنبال چیزی میگم، شراب داغ میگم. ببینیم اینجا چی داره. یه گیپس کارن گلوانه داره. این رو من اصلا ندیده بودم حاجی. حاجی نگاه کنید این صف شراب داغه یا اول فصل. نگاه کنید این فقط صف شراب داغه. من آخرین نفرم بایستم تو این بگیریم شراب. یه آتیشه با آدم ملت بیان و شراب و بغل آتیش بزنن گرم شن حال کنن. بچه بالاخره ما موفق شدیم گلوواینمون رو بگیریم. همونجور که می‌بینی ازش بخار داره بلند میشه، داغ مثل چاییه. اینجا هم این بنده خدا داره موزیک میخونه برامون، داغمون لذت میبریم. بچه سلامتی. خوشمزه است. یه چند باید بگیریم باش بخوریم فشارمون نیفته. از شراب فشار رو میندازه. بریم ببینیم یه چی پیدا میکنیم بگیریم. فعلا بچه ها رفتیم یه دونه این سوسیس ها گرفتیم. سوسیس خوک که متاسفانه اینم
ولی خب دیگه گفتیم فشارمون نیفته با شراب داغ دیگه که میزنیم. جای همتون خالی. شبیه احمد پومخمد حاجی خیلی بدمزه بود خدا وکیلی. اونجوری نبود که به مزاج ما ایرانیا خوش بیاد. همین الان یه گل فروش هم بی احساسن، اصلا ازش چیزی هم نمیخرن. واقعا همینجا علکی داره اینا میچرخه، هیچ که ازش گل نمیخرن. یه گفتیم با شراب یه دخ سیگارم میطلبه دیگه. با بچه ها ما شراب داغمون رو زدیم، جاتون خالی، سوسیس خوکمون هم خوردیم، یه کم کم باید بریم سمت خونه چون هوا واقعا خیلی سرد شده. و اینکه هم شراب داشت خیلی گرون بود، فکر کنم 5 یورو پول دادم، 5 یورو برای اون پول دادم، 3 خوب کم شد 4.50 سنت. یه اینجا هم تورم گرفته، تورم رفته بالا، پدرمون در آورده. این کوچکترین ماشین دنیا. اسمش اسمارت از کمپانی مرسدس بنز. مرده رو میبینید آشغالا رو میگرده تو آشغالا قوطی نوشابه اینا پیدا میکنن، روش بارکد داره، اینا رو به قیمت 25 سنت میفروشه. بعد میگین فکر کنید که اینجا هم آشغالگرد نداره. یه درخت کریسمس خوشگل تقدیم برامتون. اینا که تک تک آشغالا رو میگردن و اینا محدوده دارن، یعنی یکی دیگه مثلا من بیام آشغالا رو بگردم میگیره ما رو کتک میزنه. اینجا میای گالاکسی S23 نوشه 1 یورو میدی و گوشی رو میگیری. 348 یورو هم باید بدی که گوشی رو گارانتی کنی. ولی خب ماه به ماه باید پولی بدی دیگه، اینجوری نیست که 1 یورو بدی تمام شه بره.
بچه این ولاگمون رو به پایان میرسونیم. امیدوارم که لذت ببرین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. عشقین گوگولی مگولیات چوس.